فکر کنید روی پرچم کشورها فقط یه طرح ساده وجود دارد؟ بعضی از آنها داستانهایی دارند که خیلی از آن خبر ندارند. مکزیک. وسط پرچم مکزیک عقابی را می‌بینی که روی یک کاکتوس ایستاده و ماری را در چنگال دارد. طبق یک افسانه باستانی، قوم آزتک به دنبال این نشان می‌گشتند تا محل ساخت پایتختشان را پیدا کنند، جایی که امروز مکزیکو سیتی قرار دارد. بوتان. روی پرچم بوتان یک اژدها سفید دیده می‌شود. این اژدها نماد قدرت و حفاظت از کشور و جواهرهایی که در چنگال دارد نماد ثروت و رفاه مردم بوتان است. موزامبیک. پرچم موزامبیک یکی از معدود پرچم‌های دنیاست که تصویر یک سلاح مدرن یعنی کلاشنیکوف را روی آن دیده می‌شود. این نماد به مبارزه برای استقلال و دفاع از کشور اشاره دارد. نپال. پرچم نپال تنها پرچم ملی جهان است که مستطیل نیست. شکل ویژه آن از دو پرچم سنتی نپالی الهام گرفته و خورشید و ماه روی آن نماد پایداری و تداوم کشور هستند. به نظرت عجیب‌ترین پرچم دنیا متعلق به کدام کشور است؟ اسمش را در کامنت بنویس.